شما به هر دلیلی و به هیچ وجه حق ندارید امنیت این خانوم یا هر خانوم دیگه ای رو، چه تو جنگل، چه تو خیابون، چه تو تاکسی، چه تو اتوبوس یا هر جای دیگه، هر رنگی هم پوشیده باشه، به خطر بندازید. اما بیاین یه قول به هم دیگه بدیم این فرهنگ سازی رو حداقل خودمون توی خودمون بکنیم که هر زن، دختر یا بچه‌ای، زن و مردم نداره، پاشو از خونه میذاره بیرون، هر جا که میخواد بره، ما حق نداریم حتی با یک نگاه موجب آزار و اذیت اون بشیم. این قضیه هیچ توجیهی نداره، به هیچ وجه. داره میره سر کار، داره میره مدرسه، داره میره نونشو در بیاره، اصلا داره میره راه بره تفریح، میخواد هوا بخوره. ما حق نداریم نگاه کنیم، ما حق نداریم اذیت کنیم، هیچ گونه توجیهی نداره. خواهش میکنم این فرهنگ سازی رو از خودمون حداقل شروع کنیم. دمتون گرم.